از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشان نسبت مرد 52 ساله ساکن شهر مذکور پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. نامبرده دوم دکامبر سال 2018 با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن همین شهر در آمده برای جدا و حجتگذاری نموده دادن 0.8 هکتار قطعه زمین نزد اولگی از او 42500 سامانی را گرفته تا حال برنگردانیده است. در این سمت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه کوشانیان با عریضه مرد 80 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 9 مارس سال 2020 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از مغازه خوراکواریش 4520 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن امین نوحه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.